سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به یکی از دیگر ویدیوهای ما از چینل یوتیوب زهرا ابراهیمی. امیدوارم همتون جور صحتمند و سرحال باشین از هر کجایی که بیننده برنامه ما هستین. دوستای عزیز، امروز قرار است با هم کلچه دانمارکی را آماده بسازیم. به خاطر آماده ساختن کلچه دانمارکی ما ضرورت داریم به اولتر از همه البته باید کرم کلچه دانمارکی را آماده بسازیم. به خاطر آماده کردن کرم کلچه دانمارکی ما ضرورت داریم به 1 پیاله بوره، 4 قاشق غذاخوری گلاب، 1.5 پیاله شیر که 1.5 پیاله از امی گلاسای فرانسوی که همه ما شما از زیاده خانه خود داریم میتونین استفاده کنین و همچنان نیم پیاله هم آرد که تمام از این مواد در یک ظرف انداخته و با هم مکسشان میکنیم. و دیگه مواد را قسمی که در تصویر میبینین این موادهایی هست که ما به خاطر آماده ساختن کلچه دانمارکی ضرورت داریم و بسیار موادهای ابتدایی و ساده است که همه ما شما اجزاد خانه خود از این مواد حتما داریم که من در جریان ویدیو براتان تمامش به معرفی خود گرفتم. ما ضرورت داریم به نصف قاشق پودر وانیل که همراه بوره و گلاب و شیر و نصف پیاله آردی که داریم همیشانه یک جای مخلوط میسازیم و خوب هم میزنیم تا که تمام مواد ما یک دست شود. و البته باید براتان یادآور شم که باید از شیر سرد استفاده کنین، نباید از شیر گرم استفاده کنین. اما قسمی که در تصویر میبینین من تمام مواد با هم دیگهشان میکس کردم. قبل از اینکه روی حرارت بگذارین باید شیر سرد همراه آرد خوب هم بزنین تا تمام گلوله هایی که در آرد وجود داره تمامشان از بین بره و یک دست شود. بر مدت 5 دقیقه ایره خوب هم میزنیم تا اینکه تمام مواد ما صاف و یک دست شود. هر زمانی که مطمئن شدین دیگه هیچ گلوله آرد سالم در داخل موادتان باقی نمانده، دیگه او وقتی که مطمئن شدین دیگه هیچ چیز باقی نمانده میتونین در روی حرارت متوسط بانین و ایره هم بزنین و تا که امو موادتان کم کم خودش بگیره و حالت حلوا شکل به خود بگیره، حالت نرم. و ایره همی قسم هم میزنیم. همه قسمی که در تصویر میبینین باید همراه همی قسم یک شای مثل که من همراه یک همزن دستی استفاده کردم، شما میتونید از یک همزن دستی استفاده کنین. تمام مواد یک دست بسازین. حالا دیگه حرارت روشن کردیم و حرارت متوسط کم کم تمام مواد هم میزنیم و باید دوامدار هم زده شود، نباید از هم زدن دست بکشین. به خاطر آردی که در این مواد وجود داره باعث از این میشه که ته نشین شود و امو زیر دیگتان بگیره. اما قسمی که در تصویر میبینین کرم ما آماده شده دیگه. حال وقت از این است که یک چند دقیقه دیگه ایره هم بزنیم تا که کمی سفت‌تر شود و به می درجه که میرسه دیگه کرم شما کافی است و میتونین که از روی حرارت بردارین. ولی من 1-2 دقیقه دیگه هم ترجیح میدم که هم بزنم تا خوب شما دوستامو ببینین. در تمام قسمی که من دقیقه بلند میکنم به خاطر از اینکه درست متوجه شن که به چی اندازه مو سفتی موادتان باید باشه. وقتی که تمام مواد خوب هم زدین و آماده شد باید در روی از یک پارچه پلاستیکی را بگیرین به خاطر از اینکه مواد رویش خشک نشه. و وقتی که موادتان سرد شد و میخواستین استفادهش کنین همراه یک همزن دستی باز به می شکلی که در تصویر میبینین باید خوب هم زده شود تا که مواد دوباره نرم و حالت کیسانی خود به دست بیارن. حالا نوبت گرفتن پلاستیک بر روی مواد است. همون قسمی که میبینین پلاستیک در روی مواد ما امیرقم به می شکل قرار میدیم. گیره میمانیم کنار. نوبت آماده ساختن خمیر کلچه دانمارکی است که ما ضرورت داریم به 2 پیاله آرد، فقط 1 نوک انگشت بسیار کم نمک که من او را همراه بوره قبلا یک جای ساختم و 4 قاشق هم بوره، 4 قاشق غذاخوری هم روغن، نصف پیاله شیر و 1 عدد تخم مرغ، 1 قاشق هم مایه خمیر. ضرورت داریم که 1 قاشق مایه خمیر اول همراه 2 پیاله آرد ما یک جای می سازیم. بعد از او به تعقیبش 4 قاشق بوره که داریم او را اضافه می کنیم
و 1 عدد تخم مرغ متوسط. ایرم در روی مواد ما مندازیم و حالا نوبت شیر است که نصف پیاله شیر داریم که نصف پیاله شیرم در روی آرد ما مندازیم و همراه از آهسته آهسته خمیر خود آماده می سازیم. به همین شکل که در تصویر می بینین آهسته آهسته خمیر مشت می زنیم و البته باید بگویم که خمیر از یک کمی چسبک است و در دست می چسبه و او هم به خاطر از است که بوره داره اما حالت چسبکیش ایجاد میشه و یک چند لحظه ای چند مواد با هم دیگه مشت میزنیم. کمکی که خمیر ما اما حالت چسبک گونهش بیشتر شد ما روغن اضافه میکنیم و برای مدت 10 دقیقه تمام مواد همراه یکدیگر خوب مشت میزنیم تا یک خمیر خوب و صاف بر ما بتن. به می شکلی که میبینین خمیر ما را تمامش مشت میزنیم و زیاد خمیر چسبوکی است و در دست میچسبه. اگر ماشین خمیر داشته باشین بسیار کار شما را راحت تر میسازه. میتونین همراه ماشین خمیری کار انجام بدین، ولی من به خاطر از اینکه بر شما دوستا در تصویر راحت تر نشان بدم و مطمئن هستم که بعضی عزیزای ما که ویدیو رو میبینن امکانات زیاد دسترس ندارن و میتونن از همین وسایل اولیه و ابتدایی که همه ما شما در خانه خود داریم استفاده کنن و شیرینی های دلخواه خود صحی تر و سالم تر در خانه خودشان آماده بسازن. و تمام موادی را که من براتون در این کلچه به کار بردم و این را همه ما شما در خانه خود داریم و چند قلم مواد بسیار آسان است و بسیار زیاد هم ضرورت نداریم. و کلچه دانمارکی طرفدارم معمولا بسیار زیاد داره که یکی از علاقمندایش خودم هستم. خودم زیادی شیرینی دوست دارم و همیشه در خانه آماده می سازم به خاطر خانواده ما و همچنان به خاطر دوستای ما. و همین قسمی که میبینین من با مشت زدن خمیر ادامه دادم. کم کم خمیرم خود گرفته و هر زمانی که مطمئن شدیم دیگه که خمیر ما خوب موتور یک خمیر خوب شده و آماده است دیگه به مشت زدنش متوقف میسازیم. در روی خمیر ما یک پلاستیک میگیریم و کنار میمانیم. کم کم دیگه خمیر ما هم بخیر آماده است. بعد از اینکه خمیرتان آماده شد چند بار بلندش کنین در روی ظرف، اما تو یک ضربه بتین خمیرتان فشار بتین. این کار کمک میکنه که خمیرتان خوب یک زغاله همونطور صاف و یک دست برتان بتن. دیگه خمیر ما هم آماده است و وقتی که خمیرتان آماده شد ایره یک زغاله به شکل یک زغاله بسازین و دستایتان کمی روغن بزنین. در روی یک پلاستیک کمک روغن چرب کنین و او پلاستیک در روی خمیرتان بانین تا که خمیرتان برسه. من این پلاستیک کمی چرب کردم و در سر امی دیگ ما ماندم. این رو به مدت 25 دقیقه میمانیم تا خمیر ما برسه. بعد از 25 دقیقه زمانی که خمیر ما رسید در روی یک کاغذ روغنی همراه دست کم کم خمیر هموار میسازیم و به شکلی که در تصویر میبینین من همراه دستم اول کمی خمیر صاف میسازم. بعد از او به خاطر یک دست شدنش از آشکز استفاده میکنم. آشکز از قسمت وسط در قسمت کناره های خمیر با فشار بسیار کم، همین قسمی که در تصویر میبینین خمیر صاف بسازین و اندازه خمیرتان باید 3 الی 4 انچ باشه. نباید زیاد خمیر ضخیم باشه و نه بسیار نازک. به همین اندازه که در تصویر میبینین باید اندازه دبلی خمیرتان به همین اندازه باشه. و فقط خواهشم از شما دوستای عزیز ای است زمانی که ویدیو رو میبینین حتما لایک کنین، کامنت کنین و همراه دوستایتان شیر بسازین و در قسمت کامنت ها میتونین نظریات خوبتان همراه ما شریک بسازین. اضافات خمیر ما میگیریم
و همچنان از اضافات خمیر هم میتونیم دوباره استفاده کنیم به شکلی یک زغاله بسازینش، دوباره استفادهش کنین. چند تا کلچه دیگه هم میتونیم امروز ازی جور کنیم. خمیرهای ما را از کنارایش به خاطر اورش میزنم تا یک خمیر منظم داشته باشیم. و همون شکلی که به تصویر میبینین به اندازهای مساوی من خمیر برش میزنم و از همون قیماقی که قبلا از همون کرمی که ساخته بودیم در وسط از همین خمیرها استفاده میکنیم. و این ما همون کرمی است که قبلا به خاطر کلچه آماده ساخته بودیم. من داخل از این پلاستیک رو انداختم و حالا در روی کلچه های ما پایپش میکنم و این اندازهش دل بخواهی است. میتونین بیشتر استفاده کنین از این کرم، میتونین کمتر استفاده کنین به اندازه دلخواه. هر اندازه‌ای که شما دوست داشته باشین میتونین از این مواد استفاده کنین. به خاطر که من خودم زیاد کرمش دوست دارم، کمی زیادتر از این کرم در روی کلچه هایم استفاده کردم. و حالا به شکلی که در تصویر میبینین از دو طرف خمیر میگیریم، به هم دیگه وصلشان میکنیم و همراه دو انگشت ما فشارش میدیم تا اینکه خوب محکم بسته شود و باز نمانه. باید مطمئن شوین که دو طرف خمیرتان خوب به هم دیگه چسبیده، به خاطر از اینکه اگر جدا شود باعث میشه در وقت پخته شدن باز شون و همون شکل خودشون از دست بدن. همین شکلی که در تصویر میبینین من ایره با هم دیگه وصل کردم و حالا همراه از می کاتری که داریم من ایره برش میزنم و ایره میتونین به اندازه دلخواه خودتان برش بزنین. اگر سایزهای بزرگتر دوست دارین میتونین بزرگتر ایره برش بزنین و اگر خردتر دوست داشته باشین میتونین به اندازه خرد، بزرگ و متوسط ایره برش بزنین. و به شکلی که میبینین در تصویر من در روی پتنوس داش کاغذ روغنی از قبل هوار کرده بودم و کلچارم در روی از همون میچینم به همون شکل و این اضافه از همین خمیر است که از کلچای ما باقی مانده بود. ایرم صاف کردم به شکل یک دست ساختم و او هم که میبینین در داخل کاسه یک عدد تخم مرغ است همراه یک قاشق شیر و نصف قاشق وانیل که او را به خاطر رومال کردن کلچه ما گرفتیم آماده ساختیم. حالا از همین کرم کلچه دانمارکی در وسط از همین خمیره که از اضافات خمیر قبلی ما باقی مانده بود اضافه میکنیم. ایرام شکل میتیم برش مثل کلچه قبلی، هر دو طرفش به هم دیگه میچسبانیم، خوب فشارش میتیم که مطمئن شیم بسته شده. بعد از اون همراه از همون کاتری که داریم ایرام برش میزنیم به اندازه دلخواه و البته باید فاصله را در داخل سینی فر در نظر بگیرین، فاصله هایشان زیادتر باشه. هر چقدر با فاصله بانین بهتر است به خاطر از اینکه کلچه به هم دیگه نچسبه. همونطور که در تصویر میبینین من اینا رو خیلی نزدیک چیندم و این باعث میشه که کلچه به یک دیگه بچسبه. و حالا این رومال را که از قبل در داخل کاسه آماده مانده بودیم خوب با هم دیگه مکس میکنیم تا که تخم مرغ خوب حل شوه همراه زردی و سفیدی یک جای. بعد از او همراه یک برسکی که هم ما شما در خانه داریم ایره در روی کلچه ما از همین رومال استفاده میکنیم میزنیم. بعد از اینکه تمام کلچه ما را رومال زدیم بر مدت 45 دقیقه اینا را میمانیم در رویش یک پلاستیک که روغن داشته باشه و پلاستیک همراه دستتان روغن چرب کنین یا همراه برسک و در روی پتنوستان قرار بدین بر 45 دقیقه کلچه را بانین استراحت کنه تا حجمشان یک ذره بیشتر شود، دو برابر شود. و این هم قسمی که میبینین این پلاستیکی است که من خودم از قبل روغن در رویش چرب کردم در روی کلچه میمانم. بر مدت 45 دقیقه اینا رو میمانم استراحت کنه تا اینکه آماده شوند. حال نوبت ایم بعد از 45 دقیقه استراحت میبینین که کلچه ها حجمشان بیشتر شده و حال نوبت از این است که دوباره یک دفعه دیگه هم از همین رومال که آماده ساخته بودیم در روی کلچه های ما استفاده کنیم.
در تمام جای کلچه از این رومال دو بالا میزنیم. 5 دقیقه دیگه هم بر کلچه استراحت میدیم و این کار باعث میشه که کلچه رنگشان خوب طلایی شوه و خوش رنگ شون. و می قسم در تمامشان همراه برس میزنیم. بعد از او که اینا رو زدیم نوبت از این میرسه که اگر شما در خانه دوست داشته باشین مثلا از مغزیجات هم میتونین در روی زمین کلچایتان استفاده کنین و همچنان از کنجد و بوره و یا هر چیز دیگه که خودتون دوست داشته باشین میتونین به خاطر دیزاینش یا به خاطر مقبولیش یا به خاطر مزهش در روی کلچایتان ازش استفاده کنین. که من در اینجا از کنجد برای کلچه استفاده میکنم. به خاطر تزیین کلچه‌ایم از یک کم کنجد استفاده میکنیم. چند تا کلچه همراه کنجد و یک مقدارش هم همراه بوره که شما عزیزان میتونین از بوره هایی که دانه درشت باشه استفاده کنین. و این بوره هم که میبینین من از فروشگاه الدی خریدم. در بخش شیرینی فروشیش حتما هست، میتونین از همون بخش خریداری کنین و ایره در تمام جای کلچه های ما از این بوره استفاده میکنیم به خاطر که رنگش طلایی و روشن شوه و مقبول تر معلوم شوه. در تمام جای کلچه ما از امی استفاده کردیم. بعد از این بر مدت 20 دقیقه ایره داخل سینی فر ما را داخل داش میمانیم. البته بر مدت 20 دقیقه و داش هم نیم ساعت قبل روشن شده. بعد از این که 20 دقیقه را در داش ماندیم به حرارت 170 درجه سانتیگراد در داش برقی میمانیم. بعد از این من در اینجا یک رومال برش آماده ساخته بودم که عسل رقیق کرده بودم. که عسل میتونین یک قاشق عسل همراه یک مقدار آب کم رقیق بسازین و در روی کلچه‌تان رومال بسازین تا اینکه کلچه رنگش روشن‌تر و مقبول‌تر شود. و همین شکلی که میبینین همراه یک برسک در تمام قسمتایش میزنم. تشکر از همراهی تمام شما خوبان که تا ایدم همراه ما بودین و بیننده برنامه امروز ما بودین. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه و خستگان تمام نشده باشه و حتما فراموش نکنین که یوتیوب چینل ما را سابسکرایب کنین، ویدیو را لایک کنین و منتظر کامنت های شما خوبان هستم. حتما نظریات، پیشنهادات، انتقاداتتان در بخش کامنت ها همراه ما شریک بسازین. و این هم از کلچه دانمارکی ما که امروز آماده ساختیم. حتما یک بار به همین روش که من آماده ساختم آماده بسازیم، پشیمان نمیشین. بسیار خوشمزه است و بسیار هم عالی. من از ورقای طلایی هم به خاطر مقبول تر شدن کلچه های ما بر رویش استفاده کردم که شما میتونید این ورقه های طلایی را از فروشگاه آنلاین خریداری کنین و همچنان در فروشگاه های دیگه هم که خوراک فروشی است از امی ورقه های طلایی پیدا میشه میتونین پیدا کنین یا خوراکی هستن و برای شیرینی کیک بر دیکور کیک های مختلف هم میتونین استفاده کنین. و این هم از ویدیوی امروز ما. تشکر از تمام شما خوبان. شما را تا ویدیوهای بعدی به خداوند یکتا و بی نیاز میسپارم و بقیه اوقاتتون